داستان کنونی ما تحت عنوان در بستر مرگ می باشد. داستان را با هم می شنویم. برایم نوشته بود. حتی یک روزم بدون گریه نمی گذرد. هر روز بارها به فکر خودکشی می افتم. دیگر زندگیم برایم هیچ اهمیتی ندارد. در هر ساعتش آرزوی مرگ می کنم. کاش به دنیا نیامده بودم و هرگز این دنیا را نمی شناختم. آغاز کارم با یکی از معدود دوستانم بود. روزی مرا به خانه‌اش دعوت کرد. تازه پدیده اینترنت به کشور ما وارد شده بود. او از کسانی بود که خیلی با اینترنت سر و کار داشت و باعث شد منم علاقه‌مند شوم وارد این دنیای ناشناخته شوم. تقریباً در عرض 2 ماه به من یاد داد چی طور از اینترنت استفاده کنم. منم شروع کردم به استفاده از آن و با چت کردن آشنا شدم. دانستم چی طور از سایت های خوب و بد استفاده کنم. در مدت این 2 ماه همیشه با شوهرم درگیر بودم که اینترنت را وارد خانه کند، اما مخالف بود. تا آنکه به بهانه تنهایی و خستگی و دوری من از خانواده ام قانعش کردم و او گفتم همه دوستانم اینترنت دارند، چرا من نداشته باشم؟ چرا با آنها از طریق اینترنت در ارتباط نباشم، در حالی که هزینه تماس با اینترنت خیلی کمتر از تلفن است؟ همسرم موافقت کرد و ای کاش نمی کرد. روزانه با دوستانم حرف می زدم. بعد از آن دیگر شوهرم هیچ شکایت و درخواستی از من نمی شنید. اعتراف داشت که از دست خورزدانهای من راحت شده. هر بار که از خانه بیرون می رفت من مثل دیوانه به کامپیوترم می چسبیدم و ساعتهای طولانی را سپری می کردم. کم کم طوری شده بودم که آرزو می کردم شوهرم بیشتر در خانه نباشد، در حالی که قبلا کمی بعد از رفتنش دلم برایش تنگ می شد. من واقعا همسرم را دوست داشتم و او در حق من کوتاهی نمی کرد. درست است که وضع مادیش در مقایسه با خواهران و دوستانم آنقدر خوب نبود، ولی بدون مبالغه همه تلاش خود را می کرد تا من خوشحال باشم. اما با گذر روزها احساس می کردم اینترنت بیشتر مرا شاد می کند. حتی دیگر به رفتن پیش خانواده‌ام فکر نمی کردم، در حالی که قبلا هر 2 هفته یک بار پیش خانواده می بودیم. هر بار ناگهانی وارد خانه می شد دست و پای خود را گم می کردم و فوری همه چیز را خاموش می کردم، طوری که از کار من تعجب می کرد. اما به من شک نداشت. فقط می‌خواست ببیند چی کار می‌کنم. شاید فقط یک کنجکاوی ساده بود، یا شاید هم غیرتی شده بود، چون یک بار نتوانستم گفتگوی صوتیم با یکی از دوستانم را از او پنهان کنم. به من گفت اینترنت عرصه گسترده‌ای است برای شناخت و کسب معرفت، نه برای هدر دادن وقت. روزها از پی هم می رفت و من بیشتر فریفته چت و گفتگوهای اینترنتی می شدم. کار تربیت کودکان را کلاً به خدمتگار سپرده بودم. می دانستم شوهرم کی به خانه می آید و پیش از آمدنش کامپیوتر را خاموش می کردم. دیگر به خودم نمی رسیدم. بیشتر وقتی شوهرم از سر کار برمیگشت در بهترین شکل و کاملا آماده و آرایش کرده بودم. اما بعد از آمدن اینترنت کم کم این هم از بین رفت. آنقدر اسیر اینترنت شده بودم که پس از خوابیدن شوهرم مخفیانه می رفتم و کامپیوتر را روشن می کردم و پیش از آن که بیدار شود مخفیانه می آمدم و می خوابیدم. شاید بعداً متوجه شد که کارهایم در اینترنت فقط وقت کشی است، اما دلش برایم میسوخت که تنهایم و از خانواده‌ام دورم. منم از این بهانه بهترین استفاده را می بردم. از اینکه به فرزندانمان نمی رسم خیلی ناراحت بودم. سر این قضیه خیلی مرا سرزنش می کرد، اما من زورکی خودم را به گریه می زدم و می گفتم تو نمی دانی وقتی خانه نیستی اینجا چی می گذرد.
نمیدانی چقدر به آنها میرسم، اما آنها خسته‌ام میکنند. مختصر بگویم، نسبت به همه چیز سرانگار شده بودم، حتی نسبت به شوهرم. قبلا که به خانه نبود 10 بار به او زنگ می‌زدم تا صدایش را بشنوم، اما پس از آمدن اینترنت دیگر صدای مرا نمی‌شنوید مگر برای سفارش خرید. کم کم شوهرم نسبت به اینترنت احساس بدی پیدا کرد. 6 ماه به همین صورت گذشت. با نام‌های مستعار رابطه پیدا کرده بودم که نمی‌دانستم مردند و یا هم زن. هر روز با کسانی که در چت با من حرف می‌زدند ساعت‌ها گفتگو می‌کردم، حتی اگر می‌دانستم طرف مقابلم مرد است. اما در میان همه آنها به حرف زدن با یک نفر بیشتر علاقه داشتم. از طرز حرف زدنش، از شوخی‌هایش و فکاهیاتش که می‌گفت خوشم می‌آمد. آدم باحالی بود. هرچی بیشتر می‌گذشت رابطه ما هم بیشتر می‌شد. این رابطه تقریباً طی 3 ماه شکل گرفته بود. همیشه مرا غرق حرف‌های شیرین و سخنان عاشقانه‌اش می‌کرد. شاید هم سخنانش آنقدر زیبا نبود، اما شیطان آن را اینقدر برایم زیبا جلوه می‌داد. اوایل فقط از طریق چت متنی با هم ارتباط داشتیم. یک روز از من درخواست کرد صدایم را بشنود، اما نپذیرفتم. اصرار کرد، تهدیدم کرد که ترکم کند و دیگر در چت و ایمیل با من حرف نزند. بالاخره قبول کردم، به شرط این که فقط همان یک بار باشد. از یک برنامه گفتگوی صوتی استفاده کردیم. هرچند کیفیت صدا خیلی خوب نبود، اما صدایش بسیار زیبا بود و سخنش شیرین. و من گفت صدایت از طریق اینترنت خیلی واضح نیست، شماره تلفنت را به من بده. قبول نکردم. از جرأتش تعجب کردم. تا مدت جرأت نکردم با او چت صوتی کنم. بالله قسم می‌دانستم شیطان همنشین من و صدای او را برای من زیبا جلوه می‌داد و باقی مانده عفت و دین و اخلاق مرا از بین می‌برد. تا اینکه روزی رسید که تلفنی با او صحبت کردم. اینجا بود که زندگیم وارد مرحله انحراف شد. مانند یک بدن شده بودیم، طوری که در حال چت کردن با هم تلفنی هم حرف می‌زدیم. سخن را کوتاه می‌کنم. هر کی داستان مرا بخواند فکر می‌کند همسرم در حق من کوتاهی کرده یا اینکه مدت‌های طولانی در خانه حضور نداشتند. اما دقیقاً برعکس است. وقتی از سر کار برمیگشت به خاطر من و بچه‌ها خیلی کم پیش دوستانش میرفت و معمولاً به خانه برمیگشت. با گذشت روزها وقتی معتاد اینترنت شدم و روزانه بین 8 تا 12 ساعت را مقابل کامپیوتر می‌گذراندم. حتی از بودن شوهرم در خانه خوشم نمی آمد. او را سرزنش می کردم که چرا در خانه هست. تشویقش می کردم که شب هم کار کند تا از دست قرضها و قسطهای خانه و دیگر چیزها راحت شود. او هم به حرف من عمل کرد و با یکی از دوستانش کار دیگری را شروع کرد. بعد از آن بیش از پیش وقتم را کنار اینترنت می گذراندم. با وجود آن که از قبض تلفن که گاه سر بر فلک می کشید ناراحت بود، اما نتوانست جلوه مرا بگیرد. کم کم روابط من با دوست پسرم وارد مراحل جدیده می شد. بعد از آن که صدایم را بارها شنیده بود و شاید هم از آن خسته شده بود، از من می خواست با هم دیدار کنیم. اما من سعی می کردم این درخواستش را نادیده بگیرم، اما نمی خواستم رابطه‌ام را با او قطع کنم. فقط به ظاهر او را برای این درخواستش سرزنش می کردم، هرچند خودم بیشتر مشتاق دیدار او بودم. اما نپذیرفتم، شاید برای ترس. اما اصرارش روز به روز بیشتر می شد. فقط می خواست مرا ببیند. همین. درخواستش را به این شرط پذیرفتم که برای اولین و آخرین بار باشد. جای را برای دیدار تعیین کردیم و سپس در یکی از بازارها با هم دیدار کردیم، در حالی که شیطان نفر سوم ما بود. راستش با نگاه اول از او خوشم آمد، یا شاید شیطان او را در نگاه من
زیبا جلوه داد. شوهرم زشت نبود، اما شیطان حرام را برای من زیبا جلوه می داد. از هم جدا شدیم. بعد از آن سعی می کرد رابطه اش را با من بیشتر کند. نمی دانست که من شوهر دارم و صاحب چند فرزند هستم. بعد از آن بارها با هم دیدار کردیم و همه چیز را درباره من دانست. کاری کرد که از شوهرم متنفر شوم و من پیشنهاد داد از شوهرم طلاق بگیرم تا با من ازدواج کند. کم کم از همسرم متنفر شدم. هر بار بی خود با او درگیر می شدم تا مرا طلاق دهد. همسرم کم کم از مشکلاتی که در خانه با وجود می آوردم خسته شد و کمتر به خانه می آمد تا آنکه آن فاجعه رخ داد. همسرم گفت به یک سفر 5 روزه کاری خواهد رفت و من پیشنهاد داد با بچه های من این مدت را پیش پدر و مادرم باشم. احساس کردم فرصت مناسب است. رفتن پیش پدر و مادر را نپذیرفتم. او هم از روی اجبار پذیرفت و روز جمعه به مسافرت رفت. روز یکشنبه با دوستم قرار گذاشتیم. قرارمان این بود که در یکی از مراکز فروش همدیگر را ملاقات کنیم. با او سوار موتر شدم و با هم در خیابانها می گشتیم. اولین باری بود که با یک مرد بیگانه بیرون می رفتم. آنگار بیشتر از من نگران بود. با او گفتم نمیخواهم مدت زیادی بیرون باشم. می ترسم همسرم به خانه تماس بگیرد یا مسئله دیگری پیش بیاید. گفت اگر شوهرت بفهمد شاید طلاقت دهد و راحت شوی. از نحوه حرف زدنش خوشم نیامد. کم کم داشتم نگران می شدم. گفتم بیشتر دور نشو، نمیخواهم دیر کنم. سعی می کرد موضوع را عوض کند. ناگهان احساس کردم جایی ناآشنا هستم. شاید مزرعه یا استراحتگاه در بیرون شهر بود. فریاد زدم اینجا کجاست؟ من را کجا میبری؟ طولی نکشید که موتر را متوقف کرد. مرد دیگری در را باز کرد و مرا به زور بیرون کشید. نفر 3 و 4 داخل آنجا بودند. بوهای عجیبی می آمد. ناگهان همه چیز مانند صاعقه بر سرم فرود آمد. فریاد زدم، گریه کردم. سعی کردم دلشان را برهم بیاورم. از شدت ترس نمی دانستم دور و برم چی می گذشت. ناگهان ضربه قوی را بر صورتم احساس کردم و از شدت ترس بیهوش شدم. آری، آنچه باید رخ میداد رخ داد. به هوش آمدم. به شدت می ترسیدم. همه بدنم می لرزید. فقط گریه می کردم. چشمانم را بستند و سوار موتر کردند. مرا نزدیک خانه از موتر بیرون انداختند. در حالی که بدنم می لرزید و پاهایم سست و بی حرکت بود، به سرعت خود را به خانه رساندم. آنقدر گریه کردم که اشک‌هایم خشک شد. خودم را داخل اتاقم زندانی کردم. نه فرزندانم را می دیدم و نه غذایی می خوردم. از خودم و از وجودم بدم می آمد. خواستم خودکشی کنم. بچه هایم را نمی شناختم. اصلا احساس نمی کردم آنها هم وجود دارند. شوهرم از سفر برگشت. آنقدر حال روزم بد بود که مرا به زور به بیمارستان برد. دکتر برایم مسکن و قرص‌های تقویتی تجویز کرد و از شوهرم خواست سری مرا به نزد خانواده‌ام ببرد. خیلی گریه می کردم، اما خانواده‌ام چیزی نمی دانستند. فکر می کردند مشکل بین من و همسرم پیش آمده. پدرم سعی می کرد با شوهرم به تفاهم برسد، اما به هیچ نتیجه نرسید، چون همسرم اصلا نمی دانست مشکل من چیست. هیچ کس نمی دانست چی چیزی بر سر من آمده. حتی بعضی به من پیشنهاد دادند یکی از قاریان بر من آیات قرآن را بخواند. فکر می کردند مشکل روحی دارم. کوتاه بگویم، من شایستگی همسرم را نداشتم. برای همین به احترام از او درخواست طلاق کردم. من مستحق زندگی با چنین انسان شریف نبودم. من قبر خودم را با دستان خودم
کنده بودم و آن دوست اینترنت تنها شکارچی دختران بود که از اینترنت و وسایل ارتباطی استفاده می کردند. شوهرم به خاطر من بسیار غمگین بود. حتی چند روز رخصتی گرفت تا با من نزدیکتر باشد. درخواست طلاق من را نپذیرفت. بیچاره من را دوست داشت. برای این خانواده خیلی زحمت کشیده بود و دوست نداشت آن را از دست بدهد. راز خود را در سینه پنهان کردم. هر روز که می‌گذشت بیش از پیش بر خشم و سرخوردگیم افزوده می‌شد. این چیز علتی بود که توسط آن مردان پست دامن مرا گرفت. چقدر احمق بودم. چی طور این همه ماها احساسات خود را به پای کسی ریختم که اصلا مستحق یا نبود. و اکنون این داستان را از بستر بیماری یا شاید هم بستر مرگ برای شما بازگو می کنم تا باشد کسانی که از این داستان آگاه می شوند مانند من فریب نخورند و از زندگی برباد شده من عبرت بگیرند. خداوند همه مسلمانان را از پیروی راههای شیطان نگه بدارد. پایان داستان.